افزایش قیمت الایت یه شایعه شده که میگن قیمت الایت قراره که افزایش پیدا بکنه. آیا درسته؟ بهتون میگم. اول از همه بچه‌ها با یه ایونت شروع میکنیم که مربوط میشه به همون میتیک فورج قبلی که داریم. همین میتیک فورجی که هستش که دیگه همین قراره که بعداً عوض بشه. یه ایونت مهم داره که به زودی هم میره. از تو این قسمت بچه‌ها حتما بیاید تو این جوایز رو دریافت بکنید چون که خوبن. میتونید برید با استفاده از کریستال ها میتونید که کل جوایز میتیک فورج رو دریافت کنید باهاش. خیلی خوب. اگه که ویدیوی قبلی رو دیده بودید قرار بود که 7 ژانویه آپدیت بیاد. آپدیت بعدی آپدیت 3 از 7 ژانویه تا 10 ژانویه واسه همه منتشر شه که تو این 3 روز هم شروع میشه کلا. این رو هم از دست ندید. حتما بروز کنید پابجی رو. یا چند تا تصاویر جدید از قیمتای الایت رو رفته. اما قبلش که بریم ببینیمش همین الان اون دکمه لایکو بزنید. قبلا من جواز 1 تا 100 روال پس A5 رو توی کانال واسهتون گذاشته بودم. اینم یه تصویر دیگه از لباسش که اینجا میبینید و حتی گفته میشه توی روال پس قراره که این اسکین موتوره بیاد. خبری ازش نبود ولی انگار این وسیله نقلیه جدید روال پس A5. توی مپ‌های زیادی هم که اگه میخوام بهتون بگم یکیش ارانگله که دیگه مهمترین مپ کلاسیکه. توی صحنه که منده بودین احتمال اومدنش توی مپ لیویکم هست. خارجی‌ها کلا بهش میگن اسکوتر. حالا شما اینو چی بهش میگین؟ اینم از بقیه جوازش که میشه گفت لباساشه. این لباس قرمزی که میبینید اینجا واسه RP 1 و این لباس جفتیش که سفیده توی RP 40 میتونید دریافتش بکنید. این سفیده متیکه. خود لباس اصلی RP هم دیگه نیاز به گفتنش نیست. همتون میدونید که توی RP 100 میاد که رنگش هم اینجوری اگه خواستید میتونید عوض بکنید. حالا خود جواز روال پس برای سفارش کلا بچه‌ها فردا میاد که میتونید امکان پیش خریدش رو همین فردا تهیه کنید. گفته میشه که هیچ تخفیفی هم نداره که الان جلوتر بهتون میگم که چطوری باید درستش کنیم. اما انگاری طبق این پیامی که داخل این تصویر میبینید با این نوشته‌هاش قراره که همون تغییراتی که توی سیزن‌های قبلی روال پس دیده بودیم همینجا هم داشته باشیم و تغییر زیادی توی کارت‌های تخفیف نداشته باشیم. اگرم که گروهی الایت کردید که چه بهتر میتونید دریافتش بکنید شما هم. حالا قیمت الایت روال پس توی 50 RP اول واسه 5 آیا با 360 جلوتر بهتون میگم. اما قبلش که بهتون بگم اون دکمه لکو حتما بزنید. تو این ویدیو دیگه همه چیز قابل دیدن هست. لباس و این وسیله نقلیه اسکوتر که اینجا میبینید و جواز دیگه که از 5 ژانویه یعنی که فردا میتونید پیش خرید کنید اینا رو. جواز خوبی داره. نظر شما در مورد این جوازه چیه؟ خیلی به نظر بد میومد. حالا شما چی میگید؟ حالا الایت RP A5 بچه‌ها چطوری شده؟ میدونید که اینجا 720 واسه الایت پلاس معمولیه مثل همون سیزن قبلی که همتون دیگه میدونید و جفتش که بیاد اینجا نوشته الایت 1920 یوسی که این واسه الایت پلاس. بهتره بگم الایت پس پلاس. اینم از بخش الایت کردن که اینجا میتونید کلا کارتای تخفیفی خودتون رو بزنید و استفاده بکنید. اینا بچه‌ها داخل کارتای تخفیفش 300 یوسی هست و حتی 900 یوسی. اگه الایت کرده بودید راحتی اینو میفهمید. یادتون باشه که الایت پلاس زمان محدودی داره تا نسبت به الایت دیگه. حالا الایت 360 یوسی میاد. بچه‌ها داخل کامنت ها که اینجا داخل این تصویر میبینید گفتن که قراره که الایت افزایشش بالاتر بره و بتونیم به همون 720 یوسی الایت بکنیم. اما نه بچه‌ها اینطوری نمیشه. 50 RP اول که میتونید اصلا اون رو دریافت بکنید که اونم پنه که اینجا تصویرشو میبینید این قرمزه میتونید به همون 360 یوسی تون هم دریافتش بکنید. کلا واسه پابجی به صرفه تر نیست که بتونه اینو برداره. دقیقاً مثل همون سیزن‌های قبلی و نگرانش نباشید. تو این ویدیو هم بچه‌ها تاریخ دقیق اومدن سیزن جدید و همینطور جواز روال پس رو بهتون گفتم.